وای سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل بلک. امروز قرار با هم چیکار کنیم؟ امروز قراره با هم بریم ما ماینشفت رو لوت کنیم که قسمت قبل اگه ندیدید حتما برید ببینید که ما یه ماینشفت پیدا کردیم با بدبختی و الان میخوایم بریم لوتش کنیم. پس اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنلتون نره، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید، شاید اونا هم دوست داشته باشن لوت کردن ماینشفت ببینن. شما از کجا میدونید؟ پس بزنید بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بریم که شروع کنیم. بله اینجاست. ما همینجا یه دونه چست بسازیم که وسایلمون خیلی زیاد شده. خب این از چست. فرنیس رو میخوایم، لپیس نمیخوایم، آهن میخوایم، میخوایم. اول یه دونه نون بخوریم. چقدر اینجا عنکبوت هست، فکرم اسپانر داره. آره نه ولش کن. حالت بیان و نه اینجا اسپانری وجود کنم داره. اونجا یه چیزی هست؟ نه هیچی نیست. خب اینجا بریم بالا تا به ماینشفت برسیم. ما لولمون هم 19 شد. خب رسیدیم. صدا عنکبوت میاد. تبر به دست. این ور بریم، اون ورم هست. چه خر تو خری. آها خب چستاشو پیدا کردم. اینجا گلدن اپل. بله این ریل میلا فکر کنم به دردمون بخوره ولی ما برش میداریم. بعدی اینجا هم باز گلدن اپل داریم. عالی شد. لوت مشی الان گیر ما اومد. خب این از این چسته. من اینا رو بکنم که گیج نشیم. اینجا که مثل هیچی نیست. تورچ بذاریم اینجا. ای بابا آدم گیج میشه اینجا. خب مستقیم بریم ببینیم اینجا. اینجا اومدیم. یه دونه چستم اینجاست. ایول باز 2 تا دایمند. خوبه، لوت خوبی داره بهمون میده. خب اینم خرابش کنم. ادامه دیگه ندارم. اینم از اینجا. حالا اون ور رو بریم لوت کنیم. اوه اینم فکر کنم اسپانرشون اینجاست. البته اسپانر نمیدونم دارن ندارن. دوش حالا واسه اینجا رو آخرش میریم ببینیم چیه. بهتون زیاد هیچی هم نیست. زامبی. این از این ور. خب یه اون ور داریم یه این ور داریم. بریم جلو. اینجا که هیچی نیست. خب بعد تبرمبر بسازیم. استیک یا اول فصل. خب زامبی ویلیجر لامصب خیلی بد دمیج میزنن. تورچ بذاریم اینور. یه چست. چه بزرگ و تو در توه. نون خوبه. نیم تگ. بازم آهن. وای ریدم وای زن تو. هر چقدر میرم تمام نمیشه. هی یه راه جدید واسم باز میشه. لپیس. آهنه رو بکنم. لپیس. چست باز. صدا عنکبوت میاد ولی عنکبوت نیست. آهن خوبه. این آهنا به درد میخوره. این زغالا رو بکنم اول بعد بریم باز ادامش. خدایی اصلا تا الان که خوب بوده. فقط یه لحاظ دایمندی کلان 2 ست داده. حالا رو برو.
رو به رو هم که تا الان اوه آهن حالا دیگه به دردمون نمیخوره، فقط دایمن الان ما میخوایم دیگه. آهن دیگه فارمشو بسازیم دیگه آخه میدونی دیگه فارم آهن دیگه خیلی دیگه بعد دیگه مثلا آره دیگه گلم هستیم پایین فکر کنم. آره فکر کنم اه واو ولش کن. گلا رو بکنیم بریم بالا. البته باید با آهنی بکنیم. ای بابا 100% اینا رو بکنم آب میاد دیگه. حال کردی نوستراداموس زمانه هستون بشید. خب ولش کن آقا، ما نخواستیم گلم نمیخوایم، فقط برو بالا. خب وای بزن برو بابا، شیلد ندارم. وای حاجی شانس آوردم، کل کوپرام ریخت. آهان دیگه آها چست، دوباره چست. بله گلد، نان، همچنان ریل، زغال، نیم تگ. خب اینم بزنیم قاطی میکنه، هیچی نیست. و اینجا رو دیگه کلا ببندم دیگه. اینجا رو علامت هم میشه اسکلتونه. اینجا باز یه چست هست. چقدر چست داره، چقدر بزرگه، چرا اینجا اینجوریه؟ قبلا هرچی ماینشفت بود کوچولو بود، سریع تمام میشد، الان اصلا تمام نمیشه. آها ببین اصلا فهمید دیگه من چی میخوام دیگه، اعتراض کردم فهمید خودش. البته این گلا به درد نمیخوره، ولی خب یه ما خواستیم بریم ندری جایی خیلی به درد میخوره. همه جا رفتیم فقط این دو جا مونده، به احتمال زیاد دیگه 100% فقط همین دوتا مونده. آها اون چیز هم مونده اونجا رو آخرش باید بریم ببینیم چی بود. واسه اون عنکبوتا رفتیم، یه عالمه تار عنکبوت اونجا بود روبرو. نه باز به یه راه دیگه نرسیدیم. خب نه انگاری که تموم شد. حالا باید برگردیم، چجوری برگردیم نمیدونم و منم الان نمیدونم. اینجا رو باز کنیم، نمیدونم من کجا اومدم. من بکنیم اینا رو. بابا دایمند بده خدا وکیلی، اذیت نکن دیگه. خب بریم ببینیم اینجا چی. اینجا 100% یه چیز جدیده، چون تورچی هیچی من نداشتم. خب آهن اینجا داریم، قارچ چیم وسط، من نمیدونم چی میخواد الان. چه باحاله اینجا. پسر خیلی بزرگه اینجا. اینجا داره چست بود کریپیر. آهن، چقدر آهن و چیه؟ شارپنس 1. شارپنس 1 نمیدونم چجوری ببرم حالا من اینا رو. ادامه بدیم برسیم به سر جای اولمون، بعد هرچی میریم باز یه دونه مکان جدید باز میشه، بازم یه راه جدید. یه استک شد. اینجا رو بریم ببینیم اینجا چیه. وای 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 آه چقدر آهن اینجا. اینم از این آهن بکنیم باز.
بازم یه راه جدید. چست دایموند باشه. نیست. با تشکر از همکاری شما. اینم که چی؟ ریلم باز مثل همیشه دیگه یه استک بشه دیگه بر نمیدارم. ناک بک یک ناک بک. حالا اینجا لاوا چوب بذارم که میسوزه. وای 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 خریت محض بود این کار. خریت محض. غذا بخور غذا بخور غذا بخور غذا بخور غذا بخور. وای ببین خریت محض بود و مثل کسخلا رفتم من اون تو. میخواستم این نگرفت زب دارم من زدم نپرید. شایدم پرید نرسید نمیدونم ولی یه اتفاقی افتادیم مثلا. رسیدیم به همون جایی که میخواستم. آهن حالا اینجوری باید یه راه اینجا تشکیل بدیم بریم جلو. ای وای اگه برم هیچی نباشه که فشار میخورم من 100%. واه دیگه دارم کسخل میشم. دیگه دارم رد میدم. و حالا برمیگردیم به خونه زیبای خودمان. دیرم خالی نشه. اوش اوش اوش. آخ آخ آخ. تبر ندارم. اینا رو که کشیم ولی من اگه اینجا بمیرم خب خیلی فشار میخورم که اون همه مثلا کریپر و اینا رو کشم. اما اینجا مثلا اومدم توسط یک اسکلتون اینا رو چجوری ببریم؟ حالا میتونیم؟ نه نمیتونیم. اینو که میشه اینو میشه اینو نمیخوایم. آهنه رو میتونیم. این لپیزا میذاریم بمونه. حالا اگه نیازمون شد میریم برمیداریم. صدلو میذاریم بمونه و این دیسکر هم میذاریم بمونه. و حالا فقط از همینجا میکنم میرم بالا برسیم به خانه زیبای ما. رسیدم الان به سطح زمین اما چه بد موقع هم هست. شانس ما شبه. حالا باید مختصات خونمون رو یادم نمیاد. اگه یادم نمیاد بعد برم بزنم ببینم چی بود دیگه. برو اینم از این. بریم بخوابیم صبح بشه دیگه. یا اول بس این آیرن قولنه چیکار مونه؟ نه لامو فکر کنم آیرن قولنه. وای اینا چرا نمیمیرن؟ خب حالا خونه خودمون کو؟ شاهان اونه؟ نه اینه. بله خونه زیبا و درندشت خودمون. حالا ما اول این فرنیس ها رو قشنگ همه رو میچینیم چون خیلی بار داریم واسه پختن. زغال میخوایم. زغال هم که ماشاءالله زیاد داریم. اینا بره واسه پخت. حالا میایم اینجا باز این زغال داریم خدا رو شکر. اشکال نداره خونه ویلیجرها که هست. میایم اینجا اینم میذاریم اینجا و اینم اینجا و اینم اینجا. و تا درودی دیگر بد رود.